خواهر عایشه محمدی، شما سوالتان بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. استاد دو تا سوال داشتم و امیدوارم که به تمام خواهران مفید است. خواهرم همین دوست داشتنی الله و پیامبر بالا دانستن آنها در عمل چخیل ظاهر می شود، همین را ما چخیل حس میکنیم. درباره دوست داشتن پیامبر و دوست داشتن الله از دیگرها بالا باشد، عملا این است که وقتی که کاری که الله و پیامبر به تو امر کرد، هر کسی که از انسانها تو را از آن باز می دارد، تو به خاطر آن انسان گفته الله و پیامبر را ترک نمی کنی. مثلا درباره نماز یا درباره سطر باشد، یا مثلا الله خیانت را بد می بیند. دوست نزدیک تو یا حتی فرزندت، شوهرت، پدرت، مادرت از تو تقاضا میکند که تو به خیانت دست زنی. خیانت فقط خیانت در زنا نمیشه و داره خیانت مالی، مثلا پول کسی رو گیری یا چیزی کسی رو ندهی، تو میگویی نه، گفته الله از او بالاتر است، گفته پیامبر از شما بالاتر میستد، من اصلا به خاطر شما امر پیامبرم را زیر پا نمیکنم، من اصلا به خاطر شما گفته الله را پایان نمیمانم. یعنی دوست داشتن الله و پیامبر نسبت دیگران در عمل این است که یگان نفر قدرش در قلب ما و در زندگی ما و عموما در حیات ما بالاتر از قدر الله و پیامبرش نباشد. وقتی گفتیم به خاطر فلانی من از بحر حجابم برآمدم، به خاطر مثلا شوهرم و زندگی آبادم من به بعضی گناه ها دست میزنم، آنها در گناه هستند و من هم، یا گفتیم من به خاطر فرزندانم که میده هستند اصلا نماز نمیخونم، اینجا تو فرزندت رو از الله پیامبر بالاتر دوست میداری، شوهرت رو از الله پیامبر بالاتر دوست میداری. یعنی در عمل آن چیزی که گفته الله و پیامبر است اول آن است، بعداً گفته دیگرها، باید این باشد.